که وقتی فرد روز قیامت بنده های مجرم مؤمن های مجرمه که در دوزخ میسوزن طعنه‌شو میزنن دوزخی ها کافرها که آخه این ایمان توی چی فایده تو نکرد کو ختیمت کنده دوزخ شدگی میسوزه خدای بزرگ ناموسش جوش میزنه ندام میکنه اخرج من کان فی قلبه مثقال ذره من الایمان هر کسی در دلش اگر همیش ذره از ایمان باشه از دوزخ خارجش کنه فیخرجون از دوزخ میگه میبرورنشون فیلقون فی نهر الحیات او الحیات در نهری که نامش حیات یا حیا است میگه می اندازنشو از سر لب می شکوفن بعدا میگه داخل جنت شو میکنن فیسمون الجهنمیین ایورا اهل جنت میگن ایو همون جهنمیایی هستن که به رحمت پروردگار از دوزخ برآورده شدن این ایمان ابو ببینه که چی درجه و منزلت داره برای باید همیشه دعا کنیم که خدایا از هدایت محروم نکن همین که الحمدلله ما اهل ایمان هستیم پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستات، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو ورخناپولیا دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات حتما در رقم های ما در تماس برایید. اومدیم این نعمتی بی‌باهایی است که قسم به خدا با چیزی را چین کرده نمیشه برای همیشه باید دعا کنید خدایا از تو طلب میکنم ایمانی را که ارتداد نداره با همین ایمان از دنیا ببرید و نعیما لا ینفع خدایا من از تو نعمتی را طلب میکنم که تمام نشود در این دنیا نعمتی که تمام نمیشه و بعد همین ایمان و طاعت و عبادت فرزند خوب و صالح هست. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث فرزند آدم وقتی که مرد عملش قطع میشود مگر از سه چیز که هیچ وقت قطع نمیشود انسان در خاک علاقه جسمش پوسیده است اما این عملو هرگز قطع نمیشود الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له مگر از صدقه جاریه شما به قول جوانمرد که صدقه جاریه داره میشنوه جای خدمت در مسجد است یا حشر مسلمانان از شرکت میکنه شما به حال کسی که لا اقل فرزند خودش همین لا اله الا الله محمد رسول الله را تعلیم میده بسم الله را تعلیم میده سنت پیامبر که به دستی راستت بخو پیشای خوردن بسم الله بگو ای پیشت بخو از خودت کلانه احترام کن تعلیم میده همین علمه تا زمانی که او فرزند میگه فرزند میگه شاگردو سلسلهش منقطع نمیشه و این اجر و پاداش میگیره و نهایت فرزند صالحی که در حق پدر دعای خیر میکنه خدا رحمت کنه بابای شادی بگه بعد سرش فرزندای خوب و صالح مونده است فرزندو با اینا ان شاء الله با فرزنداش و توی کرده است تا زمان همین سلسله هست اجر و پاداش بر روح پدر رفتن بگیره چه بسم الله گوید طفل مکتب زی دوزخ 4 کسی من نمانی الله اکبر تو وقتی نماز میخونن در قعده آخری نماز در حق والی دعا میکنن ان شاء الله پروردگار در طبق نور او اجر و پاداش براش هدیه میکنه و این هدیه الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم حضرت صلی الله علیه و سلم میگه بیشک هدیه زنده ها از برای مرده ها انمی طلب استغفار است و نعیمی که انتها نداره جنت های مردای خدا طلب جنت میکنن ای پشتی میل چی دنیا نمیگردن من ملک بودم و فردوسی بر این جایم بود آدم آورد بر این دیر خراب آبادم خدا رحمت کنه خواجه حافظه آقا میگه خدای تعالی ما را در جنت جا کرده بود همین یک امتحانی پروردگار به دست آدم علیه السلام مقصد بس همین آورده شد اینم تری در زمین سرگردان شدیم اولئک هم الوارثون بنده های صالح پروردگار وارثن میراث برن الذین یرثون الفردوس اینا چیزی دنیا و فنا شونده را میراث نمیگیرن فردوس اعلی را میراث میگیرن هم فیها خالدون جاویدانی در جنت اعلی میمونن این مردک باید خیلی همتش بلند باشه
بغیرت نباشه برای یک چیزی میل تدان خدا. یک رفیق داشتیم همسیر اگه امتحان داره در اونیورسیتت سپورید است پگه امتحان های زنش دادیان عروس خونهش آوردیان خونه پری ینگا بچه و همتری مقصد که قولی عروسش ندیده است اینم یک پرابلم های قولی اومد اون مردوی پیش خدا نگاه شد دارد یا غیرت شد زیاد بود یا محبت شد زیاد بود هم پدر و مادر هم میگفتن خودت کسی را خش کنید وش با کلینه برای خودت خش بکنید با همین تازی سرش خم شتگی با گفتم حوجی نوش حوجی های زیق نشجوره همش خوب میشه و انشالله امتحان هم میسپوری ولی این ینگه ها میرن که با بیسولی هم دیگر بیرسه یکم ذره زیق نشه یکم در فکر یو نیستم با خدا من همون گرفته است که همون شکافه چه سبیرت میکردن باشه خدا جون تماسه همه قنوش و نعمت همه قچیزا مودگی این درغم بگه همون شکافه چه سبیرت میکردن ولی انسان باید که همتش بلند باشه همون نعمتی که امتحان نداره از خدا طلب کردن در کار حضرت صلی الله علیه و سلم گفت غدوة فی سبیل الله او روحة خیر من الدنیا و ما فیها هم یک سحر یا یک شام در راه پروردگار در جنب رحمت پروردگار با خدا قسم از همین دنیا و تمام نوش و نعمت دنیا بالا هست ولقاب قوس احدکم او موضع قدم من الجنه خیر من الدنیا و ما فیها یا قاب قوس کمون هم میدونه نه کمون گلا کدیده اگر هر قدر کلام باشه ممکن که همون قاب قوسش یقینی متر باشه اون همون قدر مقدار ای جنت یا مقدار یک قدم مردی همین خوش رفتار ای جنت ای همین دنیا و تمام وسع دنیا را بالاتر و بهتر و خوبتر ولو ان امرأة من نساء اهل الجنه اطلعت الى الارض لأضاءت ما بینهما ولملأت ما بینهما ریحا همون زنکایی که خدای تعالی نصیبشون میگردونه و جنتی بشوند اگر به امر پروردگار به همین دنیا را میگه خداوند ببروره شو به درجه خشرو و پرنور و روشنی هستن که آفتاب و محتاب همه را خیره میکنن از مشرق تا به مغرب به همین نوری خودشون پر میکنن و بوشان تمام عالم هم میگیرن 400-500 متر عطر فرانسوز که میگیرن دو بار میزننش این میگن با بوش در لباس نمیمونده انا او را بو میگن آخی سبحان الله انا جنتی ها را هم خیلی زنکا انتظارن که همین بوش میگه تمام مشرق مغرب تمام کره عالم فرا میگیره همین مندیل همون زنکا میگه اونم رومالچه سرشو از همین تمام دنیا و نوش نعمت دنیا بالاتره الله اکبر از خدای تعالی اینه ترین نعمت طلب کردن در کار و مرافقت نبی که صلی الله علیه و سلم فی اعلی الجنة الخلد دعاش ببینه قطع پیغمبر هست ایره صاحب نعلین پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن حضرت در گجوی که کوشش همه برآورده است عبدالله بن مسعود میگیره در زیر کشش میزد در زیر کش میزد همیشه همراه حضرت بود حتی در شب تعریس حضرت همراهی کرده در اون شب که بوجینو رسول خدا صلی الله علیه و سلم مراجعت کرد خویش میگه تلفن قدی گپ نزنه وقتی